اگر زن بگیری و زن نادختر براید، آیا با او زندگی کردن مرد را دیوس نمیکند؟ دادرای عزیز، اصلا خدا پرده کند از او خواهرایی که وقتی در حیات نو قدم میزنن نادختر میباشن. شما را من یک روزی جمعه بود آگاه کرده بودم که حتی که از مردم های طرف اروپا برای ما کتاب ها، عالم هاشون کتاب ها آورده دادستان. حاضر میگن در گازیت SSR خوندیم، در یک مقاله گازیت SSR یک برادر ما همونجا نویسنده است که در دو هفته روی برو همون مقاله را نویساندن که در پنجکین تقسیمات همین کتاب الکی شده تمام شده است که فقط دلالتشون بر همین است که دختر وقتی شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. Миноксидили 5% ва амизаролиш ҳатман истифода мебаред бародаро. Аз надоштани риш танқисӣ мекашед, аз рехтани мӯи сар танқисӣ мекашед, пас ин мушкили шумо ҳал аст. Миноксидили 5% истеҳсоли амрикоӣ метавонед ба мизаролер истифода баред. Дар муддати 2 моҳ кафолати 100% метавонед риш ёки мӯи сари худро бароред. Бародар та худа куҷои? Ма Қирған. Ама чӣ рафти омадӣ? 100%. Ком эмиграсион та нишон мудед чандум число инамин бародаро имрӯз 21 сентябр ай и дина гузаштем 20-да. Ина миграсионка 100% пешад частни 20-да гузаштем. Бе очрад мерад, сразу мез гарим ё. Салом алейкум. Амая. Ханна. Нормально рафтем омадем. Ай куҷои Тоҷикистони? Ай Кавказобод. Чӣ рафти омадӣ? Ку ҳамаш хатм карда. Нормально ам хайд. برای گراجان تاجیکستان دام سوال میتم میخواد 3 ساعت 4 ساعت پرویر میکنه هم سوالش در کنکرت جواب ده تمام به خاطر به یگان چه به پرابلم یگان پرابلم داشته باشه در همش برادر حل میکنه تکش داد بیاین ماشیناشو فل شوهر کند شرط نیست که باید دختر باشد. این شرط نیست گفته است. اکو ماها را تعلیم داده است که مقصد شما هم رنگ ما دیوس باشه، شما هم رنگ ما بیننگ و بیناموس باشه. چگونه که اون مردم عقیده شون همین است که وقتی که اگر زن گیرن و زنش اگر دختر براید از او خیلی ناراحت می شود. میگن تا البته دختری بوده که فعلی بد داشته که یگان مرد قطعی تو ساز نگرفت، تا البته رفتاری ناخوب داشته که یگان کس با تو عاشقی نکرد. ببینید خداوند که اونها را از جمله دیوس و بیننگ و بیناموس و بی ایمان که کرده است، همین فکر و همین عقیده را در ذهنشان جا کرده است. ولی ما الحمدلله مسلمانیم، ما ننگ داریم، ما ناموس داریم. برای ما حتی که دختری که ببینید جوانای ما آنقدر با ننگ و با ناموسن که پیش از شوهر کردن، پیش از زن گرفتن میپرسند کنی این دختر از چه خیل دختر بود؟ آیا دخترای کوچه‌گرد نبود؟ دختری شبگرد نبود؟ دختری گویم که عاشق باز نبود؟ امروز جوانای ما و شما میپرسند این از حسابی چی است؟ از حساب که ایمان دارن بچه‌ها، ننگ دارن بچه‌ها، ناموس دارن. ولی اگر دخترهایی را که شما نکاح کردین و نادختر برآمد، این به طبیعت شما دادر عزیز. اگر خواهی که زنی کنی و عیب او را پوشانی و خواب او توبه و ندامت کند که خیه کن همین بدبختی را من کردم، با یگان جوانی بدبخت بی ناموس بی توفیق همین کار انجام گرفت، اکو مرا ببخش، مقصد ما یک عمر در خدمت تو میشیم، چی کار کنم؟ دیگر گفته هر عذر خدا بیان کردن گیره و تو را اگر ببخشی و زندگی کنی مثلا از جمله دیوسان نمیشه. دیوس کسی است که در نکاحش زن وجود داره و هر کاری که کردن بگیرد این مرد در بالای غیرت نداره، کی خواهد کجای خواهد رفتن میگیرد، با کسی خواهد رفتن میگیرد و این مرد بالای غیرت ندارد، پیش راهی او را گرفتن نمیتواند. این را میگن دیوس.
برای بسیاری از جوانای ما دادر عزیز امروز که من بسیاری از آه دل شما را میشنوم، بسیاری از شما نزد دروازه ما، نزد خانه ما، در مسجد ما وقتی میآیین و در خلوت با آب چشم که هزارها دلار صرف کردن و برای خود این گونه زن را گرفتن، دیگر بیچاره هم ندارن. حتی میگن دیگر اگر من امیر اگر از خانه پیش کنم من دیگر زن گرفتن نمیتونم. چیکار کنم؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما انمی لباسای نادرسته که میپوشند. یک بار نگاه کنید. آخی نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک، برادر عزیز، آخی یک یبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچه هیچی نداره. همان زمانهای جاهلیت پیش از اسلامی نزد پیغمبر آمدن و گفتم پیغمبری خدا یک سوال بر تو دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت من زمانهایی که از اسلام درک نداشتم یک دختری داشتم، تخمین 4 سال بود یا 5 سال بود، و من بسیار انس گرفته بود. هر جایی که می رفتم همراه من می رفت و هر کاری که می گفتم برای من یاردم می داد و برای خود این بودن دختر را در خانه عار می دانستم، ننگ می دانستم و مجبور شدم که این دختر را نابود کنم و او را باری می گوید فریب دادم. گفتم ای دختر، گفتم بیرون از قشلاق تماشا می رویم. میگه این دختری من که بر من انس گرفته بود و دائم پیوسته که با ما بود، میگه با من راضی شد. ما از دستش گرفتم، میگه رفتم. وقتی به نزد چاه رسیدم، یک چاه بود، میگه خیلی چقور بود و این دختر را فریاد زدم نزد من بیا، من بر تو یک شیرینی میدهم. وقتی این دختر میگه با یک چهره خندان نزد من دویده آمد، من وای از دستش برداشتم و در همون چاه پرتافتم. پیغمبر وقتی شنیدن پرتافتن این دختر را شنید، میگوید چنان گریه کرد که حتی میگوید این ریش کلان پیغمبری خدا از آب دیده تر شد. صحابه ها بعد جانب این مرد چی گفتن؟ گفتن پیغمبری خدا را غمگین کردی. این چه حکایه بود که برای پیغمبری خدا خبر دادی؟ پیغمبر گفتن که پیش راه او را نگیرید، گویا که تا آخر وی حکایت کند. بعدن چی شد؟ وقتی تو وی را در چاه پرتافتی، بعد چاه پرتافتن چه حالت رخ داد؟ این مرد گفت پیغمبری خدا فقط همین قدر شنیدم، پدرجان این چه حالت بود؟ پدرجان این چه حالت بود؟ این سخن از زبان همان دخترم شنیدم، دیگر چیزی از زبان اون نشنیدم. نمیدانم حالی وی دیگر چی شد. این کودک ها به ای ذنب قتلت، روز قیامت از همین پدرها و از همین مادرها می پرسیدند. حتی پیغمبر خدا می گوید چنگ در سینه های مادر می زده است و می گفت از بهر چی مرا قتل کردی؟ آیا من چی گناه داشتم در دنیا؟ این است زنهای دورای پیش از اسلام، دورهای پیش از آنه که پیغمبری شما و شما مبعوثی با پیغمبری شدن. حال زنها چگونه بود؟ وقتی اسلام آمد نظر می اندازیم اسلام به زنها چی داد؟ خدا در قرآن می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و عاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظیم. در قرآن یک سوره مخصوصی هست به نام نساء، به نام زنها. قریب 187 آیت است، 187 جمله هست
که از تمام زندگی زنها خدای مهربان به ما و شما خبر میدهد. خدا در این آیت چی میگوید؟ ببینید قدر زنها را در اسلام. و عاشرهن بالمعروف، خطاب به همه ما و شما مردها میکند خدا. ای مردها در زندگی با زنها نیک باشین، خوب باشین، معامله نیک کنین. در زندگی وقتی که شما زن در نکاح خود در آوردین، خداوند میگوید با آنها معامله خوب کنید، با آنها زندگی نیک را انجام دهید. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، بین در دوام خدا چی میگوید؟ اگر مبادایی که شما این زنها را دوست نداشتید، این زنها وقتی که برای شما پسند نباشد، ممکن از روی جمال، ممکن از روی خصلت، ممکن از روی رفتار اگر به شما معقول نباشند، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. ای بنده من، خدا میگه هوشیار باش، اگرچه همین زن به تو معقول نیست، اگرچه شکل همین به تو معقول نیست، گفتارش به تو معقول نیست، شاید که در آن چیزی که خدا میگوید برای شما پسند نباشد، برای خدای شما پسند باشد. شاید که همین زنی که خوب صورت نیست، خوب رفتار نیست، شاید که همین زن برای شما فرزندهای بهترین تولد کند. شاید که تو این طلاق دهی، تو این از نزد خود دور کنی، یک زنی زیبا صورت بیاری، یک زنی زیبا رفتار بیاری، لکن ممکن که مثل این خدا میگوید با تو فرزندهای خوب تولد نکند. در آن چیزی که شما بد میبینین، شاید خدای شما و نقص بیند. این خدای مهربان به سوی بندگان، به سوی مردها مراجعت دارد. پیغمبر خدا هم چی میگوید؟ لا یفرک مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخره. این حدیث ابو داود است. پیغمبر خدا گفتند ای مردها، وقتی که از زنها شما اگر گفتار ناخوب میشنوین، یا در معامله زندگیتان جنجال میکنین، یا اینکه یگان دشنام برای تو میدهد، یا اینکه از خانه قهر کرده میرود، لا یفرک، پیغمبر گفتند تو غمگین نشو، تو خشمگین نشو، در طلاق کردن شتاب نکن، رضی منها آخر، شاید که فعل دیگری زن تو را راضی کند. شاید که وای قهر کرد رفت، باز شما می توانین با طریق مصلحت، با طریق نصیحت او را به خانه خود بیارید و بعد این مصلحت ها و بعد این نصیحت ها باز فعل های پیدا کند که از این فعل هاش شما راضی شوید. این از توصیه خداوند، این از توصیه اسلام، این از توصیه پیغمبری خدا. حتی خداوند در سوره بقره به ما و شما میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن. من قدر زنها را بینید. خدا میگوید ای مردها آگاه باشین که زنها لباسی شما هستند و انتم لباس لهن، و شما لباس اونها هستید. چگونه که لباس به انسان یک آمیزش دارد، چگونه که مرد به لباس پیوستگی دارد، خدا میگوید که انا همین زنها لباس شما هستند و شما باشید لباس زنها هستید. این از قدر زن در اسلام. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، سوره نساء میگوید و صاحب بالجنب، خدا میگوید با جنب خود، یعنی در پهلوی خود بودگی زن، مقصد از این زن است، با زنهای خود نیکویی کنید. سپارش های خداوند برای مردها این است که با زنها دغلانه زندگی نکنید، با زنها دغلانه رفتار نکنید، زنها را زیر لط و قب قرار ندهید، بلکه با آنها زندگی خوشبختانه را از سر گذرانید، آنها را دوست دارید، آنها را نوازش کنید. پیغمبر خدا میگوید بین دوره جاهلیت دخترها را زنده به زنده در گور می انداختند. وقتی پیغمبر خدا به دنیا آمدند چی گفتند؟ من کانت له انثى، اگر کدام مرد یا کدام زن صاحب دختر می شود، یعنی در خانه خبر میتن که ای فلانی آگاه باش که امروز زنی تو دختر تولد کرد، در این شنیدن دختر
باید که مادر و پدر چنان خرسند شوند، زیرا که این بهترین نعمت از خدا در قرآن میگوید. بهترین نعمت بودن فرزند، چی فرزند دختر باشد چی بچه باشد، شما از مردم بی فرزند میفهمید. مرد و زنی که فرزند ندارن، برای به دست آوردن فرزند تمام طبیب‌های روی دنیا را دور گشتند، با تمام مملکت‌ها قدم زدند تا که اونها فرزند بیابند. شما قدر این دختر و این بچه را از اونها پرسین، اونها برای شما بیان میکنند. با شنیدن دختر چگونه ای که امروز بعضی از جوانهای ما و شما غمگین میشوند. به خدا قسم تو در نزد خدا بدبخت میشوی، تو گناهگار میشوی. این نعمتی هست که خدا بهر تو داده است. پیغمبر گوش انداز چی میگوید؟ من کان له انثى، اگر کدام مردی که صاحب دختر شد، فلم یعدها ولم یهنها ولم یؤثر ولده علیها ادخله الله الجنه. بین این بشارت پیغمبری خداست. کدام مردی که صاحب دختر می شود و این دختر را پیغمبری خدا گفت زنده به زنده برده در گور نمی کند، یا این از روی که ننگ باشد عار باشد وی را به هلاکت نرساند، ولم یهنها، یا این که این دختر را در خانه تحقیر نکند، دائم لط و کوب نکند، ولم یؤثر ولده علیها. پیغمبر میگوید اگر بچه را از دخترش بالاتر نشمارد، ادخله الله الجنه، قسم به عظمتی خداوند که این مرد و این زن وارد جنت میشوند. در خانه اگر دختری تو برابری بچه تو اگر قدر داشته باشد، در بعض خاندان دختر از بچه قدرش پست است. پیغمبر خدا گفت که اگر قدری وی در خانه ای که پست نباشد و وی را زنده به زنده گور نکنن، وی را در خانه تحقیر نکنن، این مرد و این زن وارد جنت می شوند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا می گوید من عال جاریتین حتی تبلغا. پیغمبر می گوید کسی که اگر دو دختر داشته باشد و این دو دختر را تربیه کند، تربیه خوب اسلامی کند، یعنی اینها را در داخل گفته های خداوند تربیه کند، حتی تبلغا، تا وقتی که این دخترها به وایه میرسند، جاء یوم القیامت انا و هو کهاتین و ضم اصابعه. پیغمبر خدا گفت کسی که اگر دو دختر را تربیه اسلامی میکند، تربیه نیک میکند، تا که فردا باز در یک جوان خدمتگار شود، در اسلامش خدمتگار شود، روز قیامت این پدر و این مادر چگونه می آیند؟ گفت پیغمبر انا و هو کهاتین، همین دو انگشت من دیدین؟ گفت پیغمبر چگونه نزدیک هستند؟ من و پدر و مادر این دخترها روز قیامت یک جایه هستیم. و ضم اصابعه، پیغمبر میگوید باز انگشت‌هاش جمع کردن گفتن انا همچنان نزدیک هستیم. اگر کسی دو دختری خدا در خانه تربیه خوب میکند، تربیه نیک میکند، دخترها را دوست میدارد، زن دوست میدارد، روز قیامت این چنین معامله من بهر او انجام میدهم. شما مقایسه کنین که زنهای دوره جاهلیت قدرش بینین و زنهایی که در دوره پیغمبر ما و شما، زنهایی که بعد اسلام، بعد آمدن قانون، چه حقوقها را اینها صاحب شدند. روز پیغمبر خدا یک حدیث هست که حدیث مسلم است. پیغمبر خدا گفتند لا تضربوا اماء الله. ای مردها، خطاب به سوی مردهاست، شما کنیزکان خدا را نزنید. اماء الله اشاره به سوی زنهاست، شما زنها را نزنید. گفت پیغمبر اماء الله را محدثا میگویند که
در همین لفظ اما الله پیغمبر زنها را کنیزکان خدا خواند. گو کنیزکان خدا را نزنید. فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و قال یا رسول الله زئرن النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. میگوید یک روز بعد آن که پیغمبر سفارش داد که مردها زنها را لت و کوب نکنید، اینها کنیزکان خدا هستند، مردها دیگر زنها را نزدند، زنها را نوازش میکردند. بناگاه روز حضرت عمر پیش پیغمبری خدا آمد و گفت پیغمبری خدا، این زنها از روزی که ما اینها را آداب نمیدهیم، اینها را نمیزنیم، بالای مردها دلیر شدند، مردها را دیگر گوش نمیکنند. زئرن النساء، زئرن به معنای دلیر شدند. فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ضربهن. پیغمبر وقتی این شنیدن غمگین شدند، گفتند نخواد که زنها شوهرها را به حرمتی کرده باشند، نخواد که من اونها را رخصت دادم که اینها را نزنند، اینها بازم این باز مردها را به احترامی کنند. از این خاطر پیغمبر نزد عمر گفت اونها را برای آنه که آداب گیرند و شما را احترام کنند زنیدشان گفتند. لیکن چگونه زنید؟ چگونه زنید؟ واضربهن ضربا غیر مبرح. این دیگر حدیث است، این دوام این حدیث نیست. پیغمبر گفتن واضربهن ضربا غیر مبرح. غیر مبرح معنای این دارد که نه چندان سخته، یعنی زنها را برای آداب، برای احترام شما، اگر مبادای اونها گردن کشی کردند، اونها شما را احترام نکردند، برای آداب چنان زنید نه چندان سخته. حتی در بعض روایت ها میگوید که پیغمبر خدا گفتند با همین دست ها در جای ملایمی زن، یعنی در دنبه وی زنید. بین اینم یک غمخواری اسلام است، اینم یکی از حقوق زن هاست. وقتی که مردها زدن پیش گرفتند، پیغمبر خدا در دوام حدیث میگوید فاطاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بین وقتی که مردها زدن پیشه کردند، در حال همه زنها خیستند و به خاندان پیغمبر آمدند، به خاندان زنهای پیغمبر آمدند. میگوید نساء کثیر، زنهای بسیار جمع شدند. یشکون ازواجهن، آمدن شکایت از شوهرها کردند، آمدن نزد زنهای پیغمبر گفتند پیغمبری خدا رخصت داد برای زدن. امروز مردها از آن حدی که پیغمبر گفته است از او گذرانیدند. ما نزد پیغمبر بهر شکایت آمدیم. وقتی زنهای پیغمبر این شکایت زنها را به گوش پیغمبر رسانیدند، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فقط اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن لیس اولئک بخیارکم. بین پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند من گوش به آواز شدم، من درکدار شدم. ای مردها، با مردها را جمع کرد پیغمبر. ای مردها گفت زنهای امت اسلام شکایت دارند که شما آنها را میزنید، از حد مقرر شده گذرانیدید. آنها تا حد آمدن که
بر من شکایت کردند و گفتند پیغمبر اولئک لیس بخیارکم، کدام زنی که از شوهر خود شکایت میکند، از زدن شوهر خود شکایت کند، همون مرد گفت پیغمبر بهترین شما به حساب نمی رود. اون مرد را گفت من مرد اساسی نمی شمارم وقتی که زنی او از زدن شوهر شکایت کند. این معنای چی را دارد؟ معنای او را دارد که حقوق زنها در اسلام چی بلندی هست. پیغمبر میگوید خیرکم خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. ای جوانهای عزیز، پیغمبر میگوید ای مردهای عزیز، پیغمبر به ما و شما مراجعت دارد. خیرکم خیرکم لاهلی، بهترین شما کسی هست که با زنهای خود معامله نیک دارد. و انا خیرکم لاهلی، من با زنهای خود معامله خوب دارم. زنهای من از من راضی هستند، زنهای من دوست می‌دارند. باید شما هم گفت پیغمبر کار کنید که بهترین مرد باشید، با زنهای خود معامله خوب داشته باشید. این است حقوق زنها. باید که هر یک مرد حقوق زنها را پایمال نکند. آن چیزی که خدا که از آیاتها برای شما خواندم و آن حدیث هایی که برای شما شنوانیدم، باید که با این حقوق های زنها ما و شما عمل کننده باشیم. باید سخن خدا و سخن پیغمبر خدا در نزد ما و شما قدر داشته باشد، قیمت داشته باشد. حتی پیغمبر میگوید النساء شقائق الرجال، این زنهایی که شما در نکاح خود دارید فراموش نکنید که اینها پاره از شما هستند. یعنی اینها را خداوند از مرد آفرید. حتی حدیثی هست که پیغمبر میگوید استوصوا بالنساء خیرا، همه شما را ای مردها نصیحت میکنم اینکه با زنها نیکویی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، زیرا این که زنها از قبرغه چپ شما خدا آفرید. جان در قرآن میگوید وقتی که حضرت آدم خدا آفرید و او را خواب برد، وقتی خوابش برد از قبرغه چپ او خداوند یک تکه قبرغه را گرفت و این زن را مام حوا را آفرید. و پدر ما و شما حضرت آدم از دیدن مام حوا خوشنود شدند و آرام گرفتند در جنت. یعنی اینها گفت پیغمبری خدا از همان قبرغه چپ مردها خدا آفرید. جان و این اعوج ما فی ضلعی اعلاه، پیغمبر در ادامه حدیث گفتند به درستی این که کجترین قبرغه های بالا هست. برای چی گفتن پیغمبر؟ برای چی گفتن که قبرغه بالا چند قدر کجش زیاد است؟ زیرا این که رسول الله میگوید فإن ذهبت تقیمه کسرته، اگر شما بخواهید که این قبرغه ها را راست کنید میشکنند. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر به حال خودشان گذارینشان همون خیل کج میمانند. فاستوصوا بالنساء، با زنها نیکویی کنید. یعنی مقصد پیغمبر این است که زنها از قبرغه چپ هستند و اینها بسیار کج هستند. اگر شما خواهید که این کجی را راست کنید فقط می توانید که طلاقشان دهید و الا دیگر اینها راست نمی شود. فقط پیغمبر گفتند فداروا بها و تعیشوا بها، مدارا کنین، زندگی کنین. زیرا اینها از چنین متریال خدا اینها را آفرید است که اینها را راست کردن نمی شود. فقط اینها قطعی می توانید شما معامله خوب کنین، گفتاری خوب کنین، چگونه که سرور ما و شما پیغمبری خدا انجام دادن. این است یک قسم از حقوق زنها بالای شوهرها. و البته اینجا قسم زیادی حدیث ها و بعضی از قصه ها باقی ماندن و انشاءالله جمعه آینده
باز در باب همین حقوق زنها بالای شوهرها چه حقها دارند و شما صحبت میکنیم و خدا خواسته باشد بعد جمعه های آیندهش حق شوهرها را بالای زنها هم بهر شما صحبت میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند و مراد و مطلب های ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند.